این گفت خدا خور بگرد و بعد این کسر نداره. فهمیدی؟ خوار خور بگردم 10 دفعه بگفتم سر به سر از این نگذار. آخی تا این وقت مگر تو ما را میتر رنج دیسته بشی. دانی خوار از امروزی که تو به می آدم بدادیم تا به هم حالی همی هر دم جنجال، همی هر دم سرصدا، همی هر دم جنجال و سرصدا. مردم ها از این دومادا خوغ تعریف میکنم، مقدر خوشحالم که چی بگم. ما که خیر ندیدم از این دوماد. در پیش مردم همسایی میکنی چی بگیم دیگه؟ چه کنیم خدایا؟ چی بپرسه؟ یعنی بچه خالمه. بچه خاله چه کاره؟ خوار منه بچه خاله. خدا ورستی از دستم این دوماد خواهمی تا پاک دیوانه شدم. چی گفت چه کار بشده؟ این چه دختر خاله چه کاره؟ بیشتر دختر خاله. شکر این چرا ایت سرکله اوه بیلا یعنی همین دیونه ایر به می حالت رسونده. بچه خاله همین مردم دیگه هم دوماد داره. من نمیفهمم که من اشته بدبختی بودم که میشه دومادی بگیر میبافتاد. اشته نه بچه خاله بیا مر الان به سر زانومه بشی. روزی که بیامدم روی خور کندم به تو و مادر تو گفتم نکنیم این سادی سرقی دیونه ای براب بروب نمیفهمه کسی به گپم گوش نکشید. حال مردم بخورم. بچه خاله از این پینه خومه چی میفهمیدم؟ نصیب تقدیر می بود. اگر من به خدا بفهمیدی که همین حالت دنیا به من پول بدادی به خدا که من خوار خود دست به دست دی بدادی. من نفهمیدم کی همین تو آدمیه. هر روزی که می خوار مر برده تو سکی کوی بودالی نمیبری بگی شبست که لاغر شده و جنجال و معرکه تو. حالا میرم به ولسوالی که ما دست عرضه کنم که ما دیگه اصلا از این دو مدری دیگه متیر. باشه بچه خاله که ما برم که نمیشه وقت میشه ما تا ولسوالی رو ببرم. بعد از این سعی کنم ولسوالی چی میگه برای ما میبرم شفاخونه میبرم که سر دیروز هم آوردم پارسمان که امروز هم آوردم پارسمان ریواز کنم. بچه خاله دیرو پریر تا به ما چی نگفتیم یک زنگ نزده که این تو معامله شده همین تا جنجالا شده. ای بچه خاله به تو میگم به خدا دیوانه شدم دیوانه. سر مایه بتر خیر باشه بریم اگه گپ سخن کار چیزی بود اگه به من زنگ زمه بیایم. بس بچه خاله دیوانه شدم من از تو پرسان نکردم که مادر تو اشته نه تو به من میگی. خوبه شکر. بریم خداحافظ بچه خاله خداحافظ. خوبه باشه چشم بچه خاله باشه دلجان باشه چشم. حال دی مشتکا میزنم به سر کله خوب. روزی که بیامدم به تا خونه شما گفتم این گلک دیونه رو میشناسم ندیم خوار خوب بزو مادر سیوا گفت بچه سیوا گفت که والله اینا چیش اینا وار نمیشه که دختر ما نمزاد داشته انان مردم بخوره الان موش نیافتن که به سر خودن. بابا ادی الفا کایم ببرم پیش گساله ببر اگا اون روز مونده نباشین زنده باشین. سلام علیکم. میگم ماما این چی زندگیه چی بدبختیه چی عبرتی آخه این خوار مرکو بزده بچه شما بکشته او را از زده آخه با بلا شما افتادین خود شما خیشی کردین دختر به شما دادین یا بچه خوار تور بزده نه نزده او خودی سر شکسته ده جا. میگم کاکا جو میگم لالا ایدگل خوار شما ماهی 100 نخه میتوریش خوار شما نه برار برم بدید بشی من خودتو ندارم پیار تو آدم کلاری تو در بغتی گفت نازی ایدگل من خاطر به حساب همسایداری به حساب خشتیاری من صدا خورده میکشم نه بیایی من میگم خیره. خب شما که بعد بگین خیره بزد سر خوار من ده جا بزد بشکسته که این زن نه او زن نه کلفتی و کنیه. میگم تو از حال بچه من خبر داری؟ بچه شما چکاره از حال بچه شما خبر دارم؟ برو سعی کنه که چیکار ساعت طال ما یک از ما خبر بگیریم. برو چیکار کرده خوار تو؟ چیکار کرده او؟ با پیاله زده به فرق سر کموق در سر رو کرده. چیکار کرده؟ نه نازنی کی میتونه به پیاله فرق سر. برو سعی کو. با خدا مو خو دوماد مانه باشه اگه به دست نفته برید زلو بری به دیوار بزن. بچه ما میگه گوشیار پرینیه خوات هم میگه گوشیار پرینی هر دو دیوانه به هم افتاده. خب گناه منه. شما هم خود تماشا میکنید دو دیوانه اگه به هم بفته که میگن دوماتون برو سعی حال روزگار دومات خودم سعی کنن. بعد که خدا او رو میته بکنه شما خودی برو نمیکشون به حساب خشتری به حساب غمداری من خاطر صدا خونه میکشم.
صدا خو میکشیدی اگه دختر شما رو میته دومات شما بزنه صدا خو میکشین میگو انا خود کجیر برو سعی کنه رو خو ما این صدا خو بکشین نه چری نکشی کوکو باشه واله کو ببر دور برا میگم برو سعی کنه دومات خودم سعی کال روزگاری ولی خودی هم دیگر خو بخیر بار کوکو تعجیل نکنی دست شما دست خود صاحب شما مالو نکن شما قبل دست شما واسه بکره تو باید بیای خوب اینا خوار خوب بردن پلیس ولی بردن نه سعی کو کجی اینا پاک جمع میکنی فهمی انا من میبرم که برو تو برم پلیس ولی باباری بابا یه تو کاری بی دسته برین دست نکنه که خودنا کیف کنه بله یو فهمیدم اینا بزین نون ما سیاله نمیدم اینا ما تعجیل میکنم بله یو من میرم پلیس ولی بگو که نون گرم برای از اینا پخته کنه بابا من اینا رو بدرم و جمع کنه گونه نگفتم بدره جمع کنو خوبه نه آرامتر ها کجا آخه روز برفانه شما شانسی به پول میده من تا کجا مایم ببرین خواهن 4 کوچه پایین‌تر میرین نگاه تو صبح به کار نداره آخه 2 ساعت شما میگن 4 کوچه بالاتر 4 کوچه بالاتر اشته کوچه که نمیرسین خواهن 4 قدم رو دیگه هم هست دیگه بابا ها جون کرایه میده ها چند پول میده 60 روپیه با بیلا تو خود کله گنده خواستم 60 روپیه کار بکردی تو خود کله شکسته خو 100 من تو میبرم ماما جو با خود نازی غیرت آشغال با خلال پنج وقتی 60 شما میدون رد کاکا جانی 4 قدم 4 کوچه دیگه پایین‌تر بریم که میرین در سر میرین دیگه رد بستنه بابا من از خود کار غریبی دارم ماما بله 60 روپیه میگم با اشته میری میرم تقال زدم میرم 60 روپیه بستنه مزه بابا جزت نکن بر من گری میره خودی تو 60 روپیه بستنه بابا میگم بدم 60 بر بدل موتور یاله دی پنج وقتی که خدای عزیز تو هم داره زنم بخیر من گپی هم تو میگم تو من یک مثال میدم تو وقت میگه 60 روپیه بده خلالا 60 بده که ما پول نمیتونم یاری ماما خوب اگه من 60 روپیه شما ما یله میکنه ها هن ما توبه دارم دیگه کلاس ببار کنم مثل های شکسته و کلا شکسته ما بیزار بودم که شما آدم شفاخانه بار کردم بیاوردم بچه شما خیر بینی که تو میگم همین 60 روپیه لیاز خود رد ما یله دین دیگه بده ماما ماما خیر بدی آنی ماما یه هم 60 روپیه بگیرید بده بچین ندار مکن بابا خلال پنج وقت سلام کن اینو تلنگ ندی سلام کن تلنگ ندی بسر ماما جان نه بچه ماما با کیس بابا با کیسی من نکنی کیسه تو اما اشتباه کنم وقتی نه تو سلام کن بس سرگی ماما ای بچه بس سرگی 5 رو سرگی نمیفهم تو بالا کن بس کن گردن بگم خودم تاکو بیا خودم تاکو لولو بگم بیا بگم نه که سر مقدار سر دور میخوره هیچ وقتی ما با شما افتاده یاری ما اگه ما میفهمیدم دلک میدادین بار نمیکردم تاشو لالا تاشو بگو تلنگ ندی اینو تلنگ ندی دیونه شدی ما دیونه بله بله ماما بابا ایتا با پا خدا من سر من بگیرین که نفتم پولار بدیم بابا اول پولار میدم پولار بگی پولار پولار گم نشه من دست رو گدم اما ما چرا میرم بگیرین دست بله نمکی داره نخشکه داره مسکونه داره ماشینای کونه داره بیاره میخریم ماشینای کونه داره مسکونه داره نخشکی داره بیاره میخریم تو سعی که تو اشته آدم های پیدا میشن به من کی گفته بود که این سرخی را در شفاخانه وردار دلسوزی کردم گفتم خیر ما 60 روپیه بدشو اینا تا درس را میرسونم 2 ساعت رو میانم 60 روپیه آخر کسی خواهم بدم تا اون وای 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 خواهم خوب بکشتن دو کار کسی هم نیه وای 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 یا ساعت اونار میارم آخر هم دیگه 4 کوچه دیگه البقی بمونده یاره که مردم یه خن اندازی بودم با بیلا همین خوب شد ما 60 روپیه کسی خود تا اون دادم که آخر بگیرن از یه خن
داره مسکنه داره علمی کنه داره میخره. ده دفعه تو گفتم جنگ نکو، خودم زن خود قلقله نکو. بابا این زنه این به گپ میفهمه. این مثل بچه من برار بی عقل خونی للهه. بابا کمی مانده شد. بس تکنی اینجا بس کن. میگم به چی بتاسه تو زا؟ به چی بتاسه تو زا؟ به پیاله. من سخت خود سر کردم میتونیه. من میفهم که تو سخت خود سر کردم تنور بزدی دیگه. آره من دیگه بهم ترمز بزدم، ترمز چای هم تا سر پاش خورد کرد. دیدم یک بار خونشور شد تا سر. خیلی کار کته کرده نیه که شما هیچ وقت حساب که ما رو بیغم نمیگذارین. برین دیگه خودشه آسته که نفته چه درس روه آسته سر ما بابا به دیوال نخوره که چی شمال تهران نمیبینه. دل جمع باشه نه گیله کرا آوردم. آخه چه کار کنیم گیره چه کار شد؟ 7 پو خورد. به اینا خدا دستانت شب کنیم بخیر. دل مربط درمون به خدایی. من که به ترمز نزدم نانم تسریع بشه سری از من بیشتر سری میشه. این نیه که من نزده باشم. خب نه چرا جمع میکنی نه؟ شامل بگم. در دفعه به زینا گفتم که جنگ نکنیم شما خدا ببیند دی کارا خو نکنیم. تا سعی میکنی خلره برام میندازم. خب چرا چی فایده بخواد مثلا یک کلی بگم؟ چی فایده کردی؟ نه چی فایده کردی؟ کجی چی شد؟ من شما مال یکی به دلار شد گفتم برو بابا کم فعل بده. برو گفتم بده واکنم بدم. نه تو دیگه آخه طور که برو مشت خروجی بکنم همین دیگه پتر میدم. اگه دست با تو نشت سامانه تو که با حرف همه نمی کنی اختیار خود تو بدنی و دست زن تو که از این روزی نیست. نه که طرف زنیو من بلامات دیگه مکی طرف زن؟ طرف زن رده میکنه. بگو یعنی جیله خود دست زن خود. چه کار کنم؟ بابا دکتر نگو که غیر نکشم. نکشته که خاله. آخه دکتر بگو گفت چشمه عدی بدر کنی بگذاری به کف دست دادی چرا دکتری که نگو دکتر گفت یک نکن ای برو بگذار با برو نه دکتر بخوریم خود جاری نکنیم. ولی بخشه پیش باشه بخشه پیشا. نه دکتر گفت تک خونه خود جاری نکنیم زرفا خونم نشوریم همون تا کاسان نشونو میکنه به خاطر که غیقداد نکشیم خودم چیز تلویزیون سی نکنیم. گیله بی سر خوزاره سیکو مرتکه به اون خونه بتن دریز نبیا به اون خونه سر بگذار که خونه خراب نمانسه در را مستقلی بخش اونی خونه نمیگاه سر میگاه چه کجی سر صدا میکنیم مومی یک سر صدا میکنیم خود سر صدا نکنیم بگذار و به پیفایدی شما دردن و شما بگید سر صدا نکنیم بخی چه؟ بابا قیق نکش بابا چه جان قیق نکش بابا بگذاری که برو به این گل جلولا یک درسی بودو یک درس کتی بودو بابا بخی